با برابر شدن شب و روز جشن نوروز فرا میرسد. سنه فرارسی جشن نوروز در تاجیکستان معلوم گردید. همین طور موافق حساب‌های استرونومی نوروز امسال روز 20 مارس سال 2026 ساعت 17:45 دقیقه به وقت دوشنبه فرا میرسد. نوروز از کهن‌ترین جشن‌های تاریخی مردمان آریایی نژاد به شمار رفته. تاریخی بیش از 6000 ساله دارد. اگر به تاریخ ایدها نظر افکنیم می‌بینیم که اکثر آنها با فرمان یا قرارهای رسمی به وجود آمدند. اما نوروز جشن است که سرچشمه آن از طبیعت برمی‌آید. محض در همین روز شب و روز برابر شده طبیعت به دوره نوی زندگی وارد می‌گردد. در سرچشمه‌های تاریخی بخصوص در شاهنامه حکیم عبدالقاسمی فردوسی و نوروزنامه عمر خیام درباره پیدایش نوروز معلومات فراوان آورده شده است. بنابر روایت‌ها شاه جمشید اساسگزار این جشن دانسته می‌شود. در طول تاریخ نوروز بارها دچار محدودیت و فشارهای گوناگون گردیده باشد هم ملت فرهنگ پروری تاجیک توانست آن را حفظ نماید و به نسل‌های آینده میراث گذارد. امروز این جشن باستانی از دایره یک ملت فراتر رفته و جشن بین المللی تبدیل یافته است. فلسفه نوروز این دوستی، رفاقت و محبت بین آدم هاست و همین سنتی نیکی نوروزی که به هم آوردن انسان ها جشن و شادی هست در طول تاریخ این وظیفه و ماهیت اساسی خود را حفظ کرده است و امروز در عصر 21 نیز همین ماهیت و همین اهمیت خود را نیز از دست نداده است. خوشبختانه با شرافت استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و با خیرتی بلند رهبریت عالی مملکت به ویژه پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان سنت های بسیار مهم این جشن نیاگان از نو احیا کرده شد. در شرایط جهانی شوی حفظ جشن های ملی، حفظ ارزش های ملی بسیار مهم است و این اقدام هایی که در سطح دولتی گرفته می شود و این جشن تجلیل کرده می شود برای معرفی تاجیکستان، برای معرفی فرهنگ تاجیکستان بسیار مهمند که در سرگه این جشن ها و فرهنگ ملی ما به واسطه نوروزی عجم می ایستد. از قدیم الایام آیین‌های نوروزی نیز موقعی مهم داشتند. در دسترخوان نوروزی رمزهای مخصوص گذاشته می شوند. از جمله هفت شین و هفت سین از سنت‌های معمولی نوروزی به حساب می روند. در گذشته بیشتر هفت شین استفاده می شد که از شهد، شیر، شکر، شراب، شمع، شمشاد و شانه عبارت بود. این هفت عنصر رمزهای مهمی زندگی به شمار رفته. هر کدام معنی خود را داشتند. شمع رمز غلبه نیکی بر بدی، شیر پاکی و سفیدبختی، شهد و شکر شیرینی حیات، شمشاد و شانه رمز سرسبزی و عمر با برکت دانسته می شدند. به هفت سین سیر، سیپند، سیرکو، سینجید، سیب، سومنک و سمک داخل می شوند که هر کدام رمز فیض و برکت، سلامتی و فراوانی روزگار می باشند. یکی از رمزهای اساسی نوروز سومنک است. سومنک از سبزه گندم آماده شده رمز فراوانی، احیای طبیعت و زندگی نو محسوب می یابد. پختن سومنک با اشتراک زنان و دختران برگزار گردیده آنها گرد دیگ سرود خوانده این عنعنه قدیمی را زنده نگاه می دارند. ما از همین استقلال دولتی باعث کردید که دیگر باره با جشن‌های ملی خود رو آوریم، آنها را دیگر باره احیا کنیم و تجلیل کنیم و یکی از آن جشن‌های قدیمی که تاریخ زیاده از 5000 ساله دارد این نوروزی بین المللی می باشد که همه ساله ما آن را با یک شکوه و شهامت خاصه تجلیل میکنیم، زیرا که نوروز بسیار با خود یک رسم و آیین‌های خیلی مهمی دارد که برای احیای معنویت، احیای تاریخی و تمدن ما خیلی مهم به حساب می رود. جشن نوروز را اگر ما توجه کرده باشیم واقعا یک جشن هست که در آن احیای طبیعت، زنده شوی طبیعت، بیداری طبیعت و همچنین برابر آمدن روز و شب. یکی از مهمترین خصوصیات جشن نوروز این هست که امروز را با آیین‌های گذشته پیوند می‌دهد. از همین خاطر تجلیل جشن نوروز بین المللی در زمان معاصر بسیار مهم ارزیابی می‌شود. نوروز همچون رمزی پاکی و تازگی و آغاز کارهای کشاورزی می باشد. در عرفه جشن مردم خانه و در، کوچه و محل و باغ و گلگشت‌ها را تازه نموده، درختان میوه دهنده و آرایشی را میشنانند. همزمان دختران و بانوان به گلدوزی سوزنی مشغول شده برای دسترخوان عیدانه آمادگی می‌بینند.
با کوشش و تلاش‌های حکومت جمهوری تاجیکستان بخصوص اساسگذاری صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و کشورهای حوزه نوروز 23 فوریه سال 2010 قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد قبول گردید که موافق آن 21 مارس همچون روز بین المللی نوروز اعتراف کرده شد. از همان وقت این جانب جشن باستانی در سراسر جهان با شکوه و شهامت خاص تجلیل می‌گردد. به صفت جشن بین المللی پذیرفته شدن این جشن مقدس نیوگان را میتوان یکی از دستاوردهای مهم دوران صاحب استقلالی تاجیکستان معنی داد کرد. این اقدام مهم بار دیگر ثابت ساخت که نوروز جشن دوستی و همدلی، صلح و وحدت و احترام به طبیعت می باشد.